صاحبکارم اومد تو اتاق در رو محکم بست و منو چسبون به دیوار که در باز شد و سلام دوستان، من 39 سالمه. مدت 7 سال با لیلا ازدواج کردم. لیلا قیافه معمولی داره و آنچنان خوشگل نیست. قدش هم 160. 6 ماهی میشد برای شغلم به غرب کشور مهاجرت کرده بودم. یه خونه آپارتمانی اجاره کرده بودیم و لیلا خیلی تنها بود. یه روز بهم گفت اگه کار و شغل مناسبی برام باشه اجازه میدی سر کار برم؟ گفتم چه اشکال داره، مشکلی نیست. بعد یه مدت از سایت دیواری آگهی منشی شرکت بیمه زده بودن که صبح تا ظهر بود و ماهی 4 تومن میدن. صاحبکار لیلا یه پسر جوان 19 ساله بود که باباش پولدار بود و برای شرکت بیمه زده بود. لیلا سر کار میرفت و حدود 2 ماه میشد مشغول بود که میدیدم رفتارش تغییر کرده. لکه کوتاه چسبان سفید، قد 80 با تاب یقه باز و نازک میپوشید که سوتینش و نوک اونجاش معلوم میشد. مانتوی کوتاهی که حدوداً 80% پشتشو معلوم میکرد. من و لیلا موقع عقد با هم قرار گذاشته بودیم هیچ کدوممون رو گوشیش قفل نذاره. اونم طبعا نمیذاشت. یه روز از سر کار اومدم خونه، دیدم لیلا تو حمومه. گفتم الان فرصت خوبیه که دزدکی یه نگاهی به گوشیش بندازم. رو واتساپ رفتم دیدم به صاحبکارش پیام داده بود و عکس تمام قد با شورت و سوتین رو برای صاحبکارش فرستاده. ازش تشکر کرده بابت حالی که بهش داده. صاحبکارش گفته بود من تا حالا از جلو نکردم. واقعا خیلی خوش گذشت که یه زن رو اوپن این کارو کردم. هیچی مثل تنگ حال نمیده. متوجه شدم یه لحظه به شدت عصبی شدم. از شدت خشم میخواستم همون لحظه برم تو همون و به قتل برسونمش، اما همزمان با احساس عصبانیت نمیدونم چرا بلند شد. خیلی بدم اومد از این حالت خودم. دوست داشتم همونجا قطعش کنم و زنم هم بگیرم بکشم، اما از تصور عکس‌های لخت زنم برای صاحبکارش و تصور سکسش با خانومم بی اختیار تخمام به هم میچسبید و قطره آب ذوق از اونجا میامد و لذت میبردم. حالت خشم و لذت همزمان دوتایی منو سردرگم کرده بود. با خودم فکر کردم به لیلا بگم و طلاقش بدم، اما بعدش با خودم فکر کردم که اولا ما زندگی خوبی داریم و منطقی نیست برای یک سکس خانوم همه چی رو به هم بریزم. دوم من نمیخواستم آلمان کنم و پررو بشه و بفهمه منم خوشم از جلو دادن خانومم میاد. از همه اینا گذشته ما فقط چند ماهی دیگه تو اون شهرستان بودیم و بعدش شهر خودمون برمیگشتیم و همه چی تموم میشد. تصمیم گرفتم لیلا به صاحبکارش بده و منم لذت میبردم و خودمو به دلونستان میزنم. مواقعی که لیلا نزدیک گوشیش نبود سری نگاه میکردم. یه روز از پشت گذاشته بود. خیلی خوشم میامد یه پسر جوان و پر انرژی زنمو این کار میکنه. صاحبکارش تقریبا هر روز آخر وقت ساعت 2 و بعدش میفرستاد خونه، باهاش کار انجام میداد. بعد حدود 4 ماه کم کم موعد برگشت به شهر خودمون رسید. روزهای آخر اینقدر صاحبکارش لیلا رو از جلو و از پشت سرویس میداد که به شدت دلتنگم شده بودم. یه شب لیلا گفت اگه میشه مأموریت رو تمدید کن، 6 ماه دیگه بمونیم اینجا، شهر خوبیه. با اینکه میتونستم تمدید کنم اما نکردم. تو دل خودم گفتم این که از جلو داده و لذتشو برده، اما بازی تمومه دیگه، کافیه. از اون شهر اومدیم شهر خودمون که فاصلش خیلی دور از اونجا بود. یه مرتبه پسر اومد تا شهرمون و موقعی من خونه نبودم لیلا رو انجام داده بود باهاش، اما برگشته بود شهرش و بیخیال لیلا شد. لیلا هم بیخیال اون شده بود. الان چند سالی میگذره هیچ حرکتی از لیلا ندیدم، با اینکه هنوز تماسش رو چک میکنم و حتی 1-2 بار یواشکی میکروفون مخفی مثل خودکار است تو کیفش گذاشته بودم، اما انگار اون حس و حالش رو نداره دیگه. الان وقتی با لیلا سکس میکنم اون تصاویری که برای صاحبکارش فرستادم تو ذهنم میاد، از پشت و از جلو، و منو شهوتی میکنه و از خودم خیلی خجالت میکشم.